سلام، من آرمیتا هستم و در خدمتتونم با یک قسمت دیگه از کتاب فرزندپروری مغز بنیان. در قسمت قبل نقش هیپوکامپ و ساختار مغز بالا پایین و پایین بالا رو بررسی کردیم. حالا نوبت میرسه به قسمت جدید دیگه‌ای. آغاز دوره کودکی و مغز فرزندپروری، یک چرخه بین نسلی. رشد توانایی یک والد خوب و پرورش دهنده بودن به طور مستمر در دوره کودکی والدین آغاز می شود. تعاملات اولیه والد فرزند نه فقط به طور استعاره‌ای یا روانشناختی بلکه از نظر زیستشناسی اعصاب برای توانایی بعد والدین که مراقبت کننده و حساس باشند زمینه را فراهم می آورد. طی سال اول زندگی، مغز کودک شروع به رشد پیوندهای بیشتر بین جریانهای پایین‌تر و بالاتر مغز می‌کند. این پیوندها برای تنظیم هیجان و رشد توانایی پیوند دادن فرآیندهای احساس کردن و فکر کردن، برای روبرو شدن با رویدادهای هیجان‌زای زندگی به شیوه انعطاف پذیر و تاب‌آور بسیار حیاتی است. طی 18 ماه اول زندگی، آمیگدال کودک یک پیوند دو طرفه را به مناطق بالاتر مغز که در بخش‌های پایین‌تر قشر پیش‌پیشانی قرار دارند رشد می‌دهد. دو بخش منطقه پیش‌پیشانی که بیشترین اهمیت را در شکل دادن به پیوندهای فرانتولیمبیک دارند، قشر پیشین حدقه‌ای و قشر سینگولای پیشین است. همان گونه که در شکل یک شیش نشان داده شده است. دلیلی که قشر پیشین حدقه‌ای و سینگولای پیشین تا این اندازه در رشد کودک و نهایتاً در فرزندپروری مهم است، آن است که این دو منطقه می‌توانند مستقیماً فعالیت آمیگدال را بازداری کنند و به متعادل سازی فرایند شناسایی تهدید و فرایند تنظیم حالت که در قبل مورد بحث قرار گرفت بپردازد. در یک مغز سالم و بالغ، منطقه حدقه‌ای و سینگولای پیشین در پیوند با آمیگدال بیشتر مسئول هیجانات و واکنش‌های شما به فشار روانی‌اند تا وقتی آمیگدال به تنهایی کار می‌کند. این به آن معناست که شما برای تنظیم شیوه‌های برخورد با مسائل هیجانی، از جمله واکنش در برابر کارهایی که فرزندتان انجام می‌دهد و گهگاه ممکن است احساسات غیر فرزندپروری را در شما راه‌اندازی کند، قدرت بیشتری خواهید داشت. این پیوندهای بین قشر پیش‌پیشانی حدقه‌ای و سینگولای پیشین نزدیک آن با آمیگدال شما عناصر اصلی مغز اجرایی شماست. سیستمی که حتی وقتی احساسات منفی شدید و تکانه‌ها را تجربه می‌کنید، برای تنظیم واکنش‌های هیجانی و سازماندهی فرایند حفظ کنترل اعمالتان به کار می‌برید. از این نظر بسیار مهم است که مغز یک کودک بتواند پیوندهای خوبی را بین قشر پیش‌پیشانی حدقه‌ای، سینگولای پیشین و آمیگدال رشد دهد تا بتواند سیستم مغز اجرایی را برای خود تنظیمی، یعنی فرایندی که طی 18 ماه اول زندگی ما بسیار فعال است و رشد ما با بلوغ آن ادامه پیدا می‌کند، شکل دهد. علم اعصاب فرآیندی را که به وسیله آن فرزندپروری خوب و سالم و روابط والد فرزندی از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود را آشکار کرده است. اکنون از طریق پژوهش روی پستانداران مختلف کاملا ثابت شده که مراقبت‌های اولیه زندگی بر رشد مغز فرزندان به گونه‌ای پایدار اثر می‌گذارد. شیوه‌هایی که بر بزرگسالان اثرگذار است به احتمال بسیار زیاد به فرزندپروری نسل بعد انتقال می‌یابد. این پژوهش‌های شگفت‌انگیز که تحت عنوان اثرات مادری یا پدری خوانده شده است، اکنون آشکار ساخته که تا سطح فعالیت خاص ژن چگونه محیط اولیه بر مغز اثر می‌گذارد. در اصل، این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تجربه‌های اولیه زندگی مدارهای کلیدی مغز را که در پاسخگویی به فشار روانی و در فرآیندهای اجتماعی هیجانی دخالت دارند را هماهنگ کرده و شکل می‌دهد. برنامه‌ریزی کردن مغز در حال رشد یک کودک و انطباق او با اولین محیط و موقعیت اجتماعیش بازتابی از ماهیت خاص مراقبتی است که کودک دریافت می‌کند. در واقع این فرایند تجربه وابسته مغز کودک را برای زندگی کردن در دنیایی که از نظر سطح ایمنی و خطر شبیه اولین محیط اوست آماده می‌کند.
اینجا منظور از تجربه وابسته experience dependent بوده. درست همان گونه که قرار گرفتن در معرض زبانی خاص در سال اول زندگی مداربندی یادگیری زبان کودک را با اصوات خاصی از زبان مادریش همگام می‌کند و شنیدن اصوات زبان‌های دیگر برای کودک را در سال‌های بعد مشکل‌تر می‌سازد، قرار گرفتن در معرض یک محیط اجتماعی و هیجانی خاص نیز مغز او را به گونه‌ای هماهنگ می‌کند که تغییر این برنامه اجتماعی اولیه برای ارتباط با دیگران را در مغز با مقاومت روبرو می‌سازد. مغز در حال رشد متعهد به یاد گرفتن یک راهبرد اولیه است که هم برای حفظ پیوند به راه اصلی است که افراد اصلی در دلبستگی او ارائه کرده‌اند و هم برای حفظ هوشیاری و گوش به زنگی کافی در پیرامون این افراد اگر آنها همیشه ایمن نباشند. به عبارتی او باید مواظب زمانها و موقعیت‌هایی باشد که افرادی که به او دلبسته شده‌اند قابل اطمینان و ایمن نباشند. راهبرد پیشگامی برای برقراری ارتباط با دیگران شیوه دلبستگی خوانده شده است. چندین شیوه دلبستگی ایمن و ناایمن شناسایی شده است که ریشه در رشد اولیه مغز دارد و بازتابی از تعامل ژن‌ها و محیط است. در واقع پژوهش‌های اخیر که با استفاده از تصویربرداری مغز بزرگسالان با شیوه‌های متفاوت دلبستگی انجام شده است، نشان دهنده علامت‌های مشخصه است که با این شیوه‌های دلبستگی ارتباط دارد. در بنیادی‌ترین سطح، این دلیل پایدار بودن شیوه‌های دلبستگی و اثرات مهم آن بر شیوه‌های فرزندپروری ماست. هماهنگی اولیه مداربندی اجتماعی هیجانی مغز و سیستم واکنش به استرس همان برنامه‌های پیشین را حفظ و اجرا می‌کند، حتی وقتی با اطلاعات جدید در پاسخ به رفتارهای قدیم روبرو می‌شود. طبیعت اطمینان حاصل کرده که ما راهبردهای اولیه برای بقا را به آسانی از دست ندهیم. درک ماهیت پایدار برنامه‌ریزی‌های اولیه مغز اجتماعی می‌تواند به والدین و درمانگران کمک کند که بفهمند چرا حفظ فرایند فرزندپروری با مغزی که برای زندگی تدافعی و نه زندگی با پیوندهای امن و سالم با دیگران تنظیم و همساز شده است اینقدر چالش برانگیز است. نتیجه نهایی: از نظر فرزندپروری، رشد اولیه مغز شالوده را برای خودتنظیمی و امنیت فردی بنا می‌کند و به ساختن یک مغز فرزندپروری سالم کمک می‌کند. این بود پایان قسمت جدید کتاب فرزندپروری مغز بنیان. خیلی ممنون که وقت گذاشتین و مثل همیشه مرسی که صدای من رو انتخاب